السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از مدینه منوره به کل دوستان و مردم سربلند تاجیکستان سلام میرسانم. به همه پادپیسچکام سلام میرسانم، به همه یار و دوستانم سلام میرسانم. خداوند نگهبانتان باشه. و خیلی که ما میدونیم سعدی اسماعیلوف یعنی حجمیگار گروه عربشو به این مکان‌های مقدس آمدن و دویم نفره که ما میدونیم انا استاد عزیزی ما سعید جان ایدیوف برادری ما این نفر آمدن حاجی بابا شدن و دست به دعا میبرداریم. هر یک حجمیگاری هست، هر یک مقصد در خدمت خلق بودن، زمانی بودن. دعا میکنیم که همش به نمی مکان‌های مقدس بیاره و حاجی بابا شوند و هم وقت در خدمت خلق باشن. البته که ما با همراه سعدی جان صورت گذاشته بودیم، هم نوشته که مقصد که دیگه با میایم با همو مقصد میمون بازی تونو میکنیم. با اکبران میگن که مردک خونده دیپلم داره، اکتیور در نظر بیم میمون بازی میتونه. خیلی که همیه قدری زرگر میدونه، هر کس هم نمیفهمه این کسبی ما را. ما میگن زیر هر یک کاسه نیم کاسه، ما الان نیم کاسه تا حکیمه نشون میتیم. ما همین ایدرن خلق میگیریم و با واسطه حج با پیشکش خلق میگردونیم. مثل جان ایدیوف هم مقصد هر یک کاری میکنیم. ما نیتی ما را دلمون همین که ما یک جوان یک نوراست که همین چه حج و یا که همین را میبینه هم خرسند چه و هم عبرت بگیره. برای عبرت گرفتن یا خیلی کارو خیلی من نمیدونم. هر یک گپ 366 پهلو داره. ممکن شما پهلوی بچه فکر میکنید. هیچ وقت گپای ما حجم نگارا را پهلوی بچه قبول نکنید. فقط پهلوی خوب و نیک و خنده‌دار شو بختون بگیرید، موندگیش رو دلیل کنید بروم. هر یک شخصی عاقل، هر یک مردی که میدونه که چی گپ رفته است همینجا، گپی خوب خودش نمیگیره، گپی گندش رو دلیل میکنه. گپی خوب خودش نمیگیره، گپی گندش رو دلیل میکنه. برای همین برادرای عزیز من فقط دست به دعا میبردارم که دوستای ما، برادرای ما بیاین حاجی شوند، ابقای مهربان ما حاجی بیبی شوند، نه که بیایند و هم قرضشون ادا میکنن هم فرضشون. یک فرض در همین دین مبین اسلام پنج شیعه کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. دوم 5 وقت نماز خوندن. سوم روزه گرفتن. چهارم زکات دادن. هم پنجمش خانه خدا را زیارت کردن. هر یک نفری که میگه الحمدلله ما مسلمانم باید این کارا را مقصد که ادا کنه. یک چیزی که من میفهمم همین خیلی گفتم شما در اینا چیزی که من شنیدم، من نخوندم واسه شنیدم که هم خیلی گپ و کار هست. اینا ما شما در گفتم. البته که ما همین ما مسلمانیم الحمدلله. همه وقت قدر همدیگه را بدونید. این دنیا 2 روزه، قدر همدیگه را بدونید. در این دنیای 2 روزه خوش و خرسندانه عمر به سر ببرید. یهودا نگفته که عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزور کم است، ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. سربلند، خانه آباد، در کجای باشید نباشید خداوند یار و مددگارتان. زنده باشید.